нест бод коронавирус. این نمالوها به جای مخلصان در منبرهای ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی سوپرجومی تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند بدون حضور تماشابینان برگزار شد. سرمربی مهمانان بعد از بازی این مورد را شرح داد. بازی به مخلصان گذشت که فضای فوتبالی نیست. فوتبال برای من مهم است ولی سلامتی هم مهمتر. این تصمیمی درست است. مخلصان امکان داشتند که بازی را توسط تلویزیون مستقیما تماشا کنند. در آغاز بازی هیئت تیم‌ها به عنوان یک از راه‌های پیشگیری از کرونا ویروس دست یکدیگر را نفشردند و با چند لحظه سکوت یاد قربانیان بیماری همگیر کووید 19 در جهان را گرامی داشتند. تشکر. توجه خبرنگاران از داخل و خارج کشور به این بازی بیشتر بود، چون این سبقت در حال صورت گرفت که مسابقات ورزشی در اکثر کشورهای جهان به دلیل گسترش بیماری کووید 19 موقتا بازداشته شده است. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در این دیدار دسته خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان را با حساب 2-1 شکست داد و برنده سوپرجام شد. گلی در دقیقه دوم زده لیگیونر ازبکستانی خوجند سنجر رخسیبایف دسته استقلال را در حالت ناگوار قرار داد. نیمه اول دیدار با فعالی مهمانان و با حساب 1-0 به نفع آنها به انجام رسید. در نیمه دوم دیدار تغییرات‌های وارد کرده سرمربی استقلال ثمر آورد و آنها زمام بازی را به دست خود گرفتند. در آخر دیدار بازیگران استقلال در مدت 2 دقیقه 2 گل زده غالب آمدند. نخست منوچهر جلیلوف در دقیقه 78 حساب را برابر کرد. گل دوم و حل کننده استقلال را محمد جان رحیموف در دقیقه 80 به هدف رساند. من از بچه‌ها سپاسگزارم که برای پیروزی تمام کوشش و غیرتشان را به کار بردند. قوه بسیار صرف نموده غالب شدند. همکنون ما نه تنها برای پیروزی در مسابقات داخلی کشور، اینچنین در جام AFC هم تلاش خواهیم کرد. اگر راستش را گویم وقتی که اول گل خوردیم بازی کردن دشوار بود. در نیمه دوم ما خود را به دست گرفتیم و از همه اساسیش این است که غالب آمدیم. سوپرجومی تاجیکستان از سال 2010 باری 11 دایر گردید. همگی 3 دسته جام عالی را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 9 بار، روشنی کلوب و حاصلات فرخار 1 باری در بازی برای سوپرجومی تاجیکستان برنده شدند.